دیگران منصب نگرفتم. خورشید عطاالله و همکارانش در هفته‌نامه فرج سالهاست که تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را پیگیری میکنند و آن را موسم دلزنک نام گذاشتند. به گفته او سالهای پیشتر واقعا این موسم دلزنک بود چون هیئت حکومت قریب به کلی عوض میشد، اما حالا چهره ها در حکومت کمتر تغییر می‌یابند. یکم این که مثل سالهای شوروی همانهای احتمال منصب گرفتن در وظیفه دیگر کار کردن یا به جای وزنین فرستادنشان زیادتر است که خود را در جای کار پیشینه‌شان نشان دادند. یعنی نقشه مثلا پخت سپاری، غله سپاری یا که نقشه سفر برکنی حربی این چیزها را بود کردند. طرف دیگر مسئله این است که همین خیلی عادت شده است که هر نفری که به حلقه منصبدار دولتی میرسد و حتما تو نفقه گردش میخورد، یا در این وظیفه یا در آن وظیفه. به تغییرات کادری در حکومت جامعه تاجیکستان همیشه توجه دارد، هرچند این مسئله در دایره‌های محدود حل می شود. برخی تحلیلگران میگویند سیاست کادری حکومت از جمله معیار انتخاب و تعیین کادرها به اصلاحات نیاز دارد. اولا اینکه کادرهای نو باید که جاگیر میکردن، کادرهایی که واقعا متخصصی ساحه هستند، نه اینکه از یک وظیفه به وظیفه دیگر گرفته. یک اقتصادچی میبینه که امروز در این وظیفه است، در آمار هست، پگاه میبینه که در وزارت مهنت است، پگاه دیگر میبینه که در یک وزارت دیگر است. یعنی که این تنها از یک وظیفه به وظیفه دیگر پرتافتن همون شخصیت‌های الهیده است، نه اینکه انتخاب کادرهای واقعا هم سزاوار. مقامات به این تنقیدها راضی نیستند و همیشه گفتند کادرهای سزاوار به وظیفه‌ها تعیین می‌شوند. در یگان وقت، در یگان دور و زمان خیلی که مثلا تناسبات منطقه و مهارت کسبی، صفات‌های کردانی و همین چیزا را در یگان وقت زمان خیلی که امروز سرآور دولت ما با این میگه توی اندازه نبود. بر اساس قانون اساسی تاجیکستان تعیین و برکناری اعضای حکومت و رئیسان شهر و ناحیه‌ها در صلاحیت پرزیدنت است. در تاجیکستان مثل برخی کشورها تجربه انتخاب وزیران در اساس آزمون رایج نیست. البته انتخاب کادرها از طریق آزمون این یک آرزوی خیلی شیرین هست که ما واقعا میخواهیم که همین طور شود، ولی باز هم کریتریای انتخاب چی می شود؟ باز هم کی انتخاب میکند؟ فکر کنم که این آرزوی شیرین در سیستم کادری حکومت امروز عملی نمی شود. در ماه ینور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار می شود. معمولا در آستانه و پس از جلسه تغییرات کادری صورت می گیرد. منابع آگاه گفتند سال جاری نیز این چیز در نظر است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.